سلام دوستان قند، به یک خبرشوی دیگر از فانوس خوش آمدید. پلیس پایتخت از بازداشت دو ساکن دوشنبه خبر داد که به دزدی اموال شهروندان گمانبر میشوند. اولی 35 و دومی 36 ساله بودند. منبع گفته است تا حال 6 حالت دزدی دستگیر شده ها آشکار شده، ضرر رسانیده آنها به شهروندان بیش از 1,600,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. به اطلاع پلیس دستگیر شده ها با شکستن پنجره تیریزه وارد منزل استقامتی شهروندان می شدند. اکنون داخل پنجره هستند که شکستنش دشوار است و اکنون تنها با حسرت بیرون را نگاه خواهند کرد. از پنجره داری نگاه با دو چشمان سیاه. کارمندان حفظ حقوق میگویند در نتیجه سنجش نواری در شبکه اجتماعی نشر گردیده دلیل بی احترامی به اسعار ملی را معین کردند. به اطلاع پلیس دوشنبه این خانم که در اینستاگرام در مورد سواد مالیوی محتوا تهیه میکرده است در یک نوار پول 50 سامانی را آتش زده است. ما پول را مثل آب صرف میکنیم. این خانم مثل هزوم. آتش کانتنت بعضا بیشتر از منطق گرم می شود. برای این عمل نسبت او بر اساس ماده 483 علاوه 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری سند ترتیب داده شده است. این بند از 150 تا 375 سامانی جریمه را پیش بینی می کند. یعنی ساده تر بگوییم برای آتش زدن یک دانه پول 50 سامانی قریب 8 تا 50 سامانی جریمه می شود. در شهر پکین جمهوری مردمی چین مسابقه لیگ ربات‌ها برگزار شد. در آن ربات‌هایی که توسط ذهن سونی مدیریت می‌شوند در شکل 3-3 فوتبال بازی کردند بدون دخالت انسان. گفتند ربات پنداشتیم بازی در سطح مسی می‌بینیم، اما در میدان کودک‌های با وینت و گایکه را دیدیم. گپ سر این است که طبق اطلاع رسانه‌ها مهارت فوتبال بازی این ربات‌ها در سطح کودکانی 5 ساله بوده است. تنها فرق این که اگر کودک بیفتد گریه میکند، ربات ها ریسرت میشوند. حالا ربات ها بازی میکنند و آدمان میخندند، اما کی میداند شاید روز برعکس شود. دونالد ترامپ از تولید عطر بوی پیروزی خبر داد. عطر ویکتوری 4547 که $249 نرخ دارد. 45 و 47 اشاره به این است که او رئیس جمهور 45 و 47 امریکا است. به نظر می رسد این عطر نه برای خوشبوی شدن بلکه برای بوی دولتداری کردن است. گویا پرزیدنتی هم از شیشه برون می آید، نه از انتخابات. مردمی که بوی را می خرند شاید فکر کنند که قدرت را هم می توان از آمازون فرمایش داد، اما شاید میلیون ها مهاجر که امروزها در پی تصمیم ترامپ از خوف اخراج شوی می ترسند می گویند که از بوی عطر چی سود؟ قرار در دادگاه می براید، نه در پاشیدن عطر. سپاس که تا اینجا همراه ما بودید. نظر و اندیشه و ایرادهایتان را بنویسید. فانوس را به دوستان خوبتان توصیه بدهید. فانوس را در تلگرام هم با خود بگیرید. پیوند آن را در توضیحات این نوار گذاشتیم. تا بازدید و خداوند نگهبانتان. خیر.